سلام بخونیم و خوش اومدین. من فاطمه ام و مامان 4 تا بچه. امروز میخوام یه مربای توت خوشمزه درست کنم که از باغ خودمون چیدم. دوست دارم لحظات خوبم رو باتون به اشتراک بذارم. خوشحال میشم همراه هم باشید. اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین. لحظات قشنگی رو برای تماشا داریم. همونطور که میبینید درختها توت سیاه زیادی نداشتن، چون آخرای فصلش بود که من برای چیدن توت رفتم. به زحمت تونستم 1 کیلو توت بچینم به این شکل. توتا رو آوردیم خونه، وزنش کردم، هم وزن شکر گذاشتم کنار، توتا رو شستم، ساقه‌های سبزش رو زدم و لایه به لایه توی قابلمه شکر اضافه کردم. شما میتونید از شکر قهوه‌ای هم به جای شکر سفید استفاده کنید. گذاشتم یه شب تا صبح توی یخچال بمونه. بعد با نصف لیوان آب گذاشتم روی گاز حدود 3 ساعت با شعله متوسط، نه خیلی بلند و نه خیلی ملایم بپزه. اگه کف داشت میتونید کف روشو بگیرین و 10 دقیقه مونده به این که مربا رو خاموش کنید میتونید نصف قاشق مربا خوری آب لیمو بهش اضافه کنید. این فوت پوزه‌گریشه که شکرک نزنه و به همین راحتی مربای خوشمزه داریم. نوش جونتون باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو با هم به اشتراک بذارید.